ای دوبین که بدست، ای صاحب کرسی، ای مفتش، ای شش بدل کارگروش، به یک بیچاره ظلم نکن، به یک آدمی بیگناه برای خاطری تهمت شده او رو ظلم نکن. امروز که تو قدرت داری، این که تو منصب داری، امروز که تو کرسی داری، فالظلم ترجع عقباه الی الندم، ظلم آخرش پشیمانی میبیارد، ظلم آخرش خانه خرابی میبیارد. از ظلم و اذا دام دمر، ظلم وقتی که ادامه کردن گرفت و جامعه را خراب میکند، مملکت کلید میکند، خانه خودی ظالم و ویران میکند. و عیناک تنام عیناک والمظلوم منتبه یدعو علیک و عین الله لم تنمی. تنام عیناک، تو ای ظالم او بیچاره رو میزنی با دمکه بالغت، خونشار میکنی، بیهوش میکنی، در کمره میپرتایی، خانت میری، در بالای دیوان خواب میری. تنام عیناک، تو رو خواب میبره در بالای دیوان بعد از این وحشیگری، بعد از این ظلم و بیدادی. والمظلوم منتبه، او بیچاره نالش میکند، دعا میکند، یدعو علیک و عین الله لم تنمی، او در حق تو دعایی بد میکند، اما چشمی هست که او رو دیدی ایستاده است، چشمی هست که او رو میبیند، چشمی هست که کمره او رو پوشان داشته نمیتند. او دیدی ایستاده است، او دعایی او شنیدی ایستاده است، او حال این بندی مظلوم شه با او جراحت های خون‌آلود دیدی ایستاده است. یدعو علیک و عین الله لم تنمی. پروردگار چی میگفت؟ فعزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. پروردگار میگفت ای بنده مظلوم من، تو صبر کن، قسم به عزت و جلال من خانه این ظالم خراب نکنم. حذر کن ز دودی درونهای ریش، حذر کن ز دودی درونهای ریش، که آه جهان به هم برزنه. احتیاط کن ای ظالم، ای بیرحم، و یا مانند تو انسان است. وقتی که بادم که او بیگناه میزنی با چطو و با شفاتی، تصور که خود در جای او باش. ای زبردستی زیری دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار. آکای آخر روز از منصب میری، آخر از منصب هم نره، به روز مرگ تو را از این منصب کنار. حقیقت ما حقیقت گام میزنم. شو بلشکی بچه من کندگی گرفتگه بخلشته میکنه میگیره برای چه حقیقت گام نمیزنه؟ مادرم اولا دست اولا در پیزتو شریفو اولا من مادرم دیگری من سوستر، من اول میخواستم که داشته امر خواستم نمیجا اشترام نکرد، میدید جگری سوخته من میدید باید فرزن نداشت. راتو رئیس یا بودید او خدمت خلاص که با فکرم کلونه است که کجا میتون دکتر جوابی خدا جانم این بچه بچه بخداست نزد کردن که لاز سودانا بچه مرا بینه دل دوره گوش کن این چیه بمی درجه میرم بچه حکت جان این چیه از جنابی اولی بعد از جنابی اولی علم خیل باید دارم که من خانم در بند موندگیم به نام الله بزرگ در بالای هست فهمیدی؟ من بایستم از دولت ممنونم اصلا ممنونم فهمیدی؟ چی وقت میگفتم؟ رئیس مرا جگرم سوخته تو اول پیش بچه هم رفتن شکایت دارم همه شکایت دارم.